آیا میتونی این کلمات رو هجی کنی؟ راستشو بریم برای ویدیو. سلام به روی ماهتون، ما دوباره برگشتیم. سلام علیکم. به ویدیو امروز خوش اومدین. ویدیو امروز چیه؟ ویدیو امروز هجی بازی. دقیقاً خیلی متشخصم. این کلمات رو میتونی هجی کنی. یه سری کلمات به ما داده میشه، کلمات نسبتا سختیه. هجی چی بود؟ کلمات رو باید بشینیم تفکیک کنیم. یعنی یه کلمه داده میشه، حرف به حرفشون رو باید یکی یکی بگیم. تموم شد. بله. همین ساده. چجوری داستان؟ نوبتیه یا نه؟ کلمه رو میگم، هر کی میتونه دستش بالا میبره. بوم. سب کن. نمره منفی. اگه اشتباه گفت هر کی دست نمره منفی داره دیگه. بله، یک نمره منفی داره اگه اشتباه گفت و درست هم دیگه یه نمره است. خب آماده این؟ بدونیم. همیشه کلمه اول استثمار. الف سین ت می ر الف ر. اشتباه. من میتونم برم؟ را رو گفتم. من میتونم برم؟ استثمار دیگه. بله. الف سین ت دو نقطه سین اشتباه. نه سه نقطه بود. امیر مقالات بکن. من استثمار الف سه ت دو نقطه سه نقطه میدونست. مقالات بکن. میم الف ر. واو. الان منفی. استمرار رو رفتم. این دهنشو بس صفر. ما منفی. شما من تازه فهمید. آی خدا. غریزم بهم گفت. یعنی ما باختیم در یه صورتی. بعدم باختیم. کلمه دوم فضاحت. انسانیتون تموم شد. مهدی ف ز کدوم ز سادزاد. خب ف الف ه جیمی ت دو نقطه. بوم. درسته. خیلی قویه. یک امتیاز که میشه صفر منفی یک صفر. با هیچی نگفتنم قویه. این همه دست و باز زدی تازه به این. خب کلمه سوم وتوق. وسوق. من آورده بودم بالا. چه وضعشه؟ کلمه رو نگفتم. کلمه فرق داره. کلمه رو نگفتم. من میذارم جواب بده. واو سه نقطه واو قاف. درسته. من دست آوردم بالا. خودت گفتی میخوام بذارم اینو بزنم دیگه مشکل نخوره. او وسوقو چرا وسوقی گفت؟ مشکل نه. صفر. یه وسوق بیشتر. آقایون تازه اومدیم استارت کار. صفر. ویدیو از اینجا شروع میشه. فضایل اخلاقی. چه چرت و پرت تک کلمه گفتم. این کلمه فضایل راحت‌ترش کردین که من ف ذات نداریم. ذات بس نکن با من. ف ذات الف ی لام. درسته. کلمه بعدی شعله قلمکار. وادا شعله قلمکار دیگه. علیرضا شین دیگه داریم. کدوم شین؟ تایم. شین عین لام. اشتباه. شین من وقت دست رو گفتی نه. خب شین لام ه تای چی شله سب کن. قلمکار غین لام غین چی ببخشید دو نقطه. سب کن منظورم غین دو نقطه است. خب اشتباه گفتم. ببخشید بگو خراب کردم. اجازه میدی یا نه؟ غین تک نقطه است. خب تمام شد. بریم بعدش. حالا بگو. شین لام ه چشم غ دو نقطه قاف لام کاف الف ر. هر که کلمه ر نداریم. هر کلمه نیست. خب چی شد؟ اشتباه. چی نیست؟ هر کلمه نیست. حروفی به اسم هر نداریم.
منفی داره نداره مگه؟ نداری منفی داره. آره من منفی یک من یک هم؟ شما دو درست گفتم. یه دونه همین الان دوباره اشتباه گفتی. منفی یک صفر منفی یک. عالی داریم پایین بیاریم. عالی داور. کلمه بعدی خصوصیات. مهدی خ سه سادزاد. اوکی سه خصوص واو دوباره سه سادزاد یه الف ت دو نقطه. بله درست. صفر دوباره صفر. خیلی تلاش کردم ولی صفر شدم. کلمه بعدی سعادت. سین. ببین مرکب بود ولی اول من بود. بله چرا دستور نمیبینه؟ ای الف دال ت دو نقطه. دست اول آوردم. خیلی جالبه. ریپلی میکنم. خیلی جالبه که اسم منو صدا میزنه بعد تو میگی من اول بالا آوردم. کلمه بعدی ماساچوست. میم الف سین واو چه اشتباه. من دومی من بودم. بعد این من دستم آوردم بالا اول. ماساچوست. میم الف سین آ الف یعنی دوباره چه واو سین ت درسته. ماساچوست. و جابجا گفتی. آره یس دو منفی یک. نه صفر شد دیگه. یک بود. نه منفی صفر بودم. منفی یک منفی یک شد. کلمه بعدی چند تا کلمه شد تا الان؟ 8 تا بود این میره نهمی آخریش. کلمه بعدی لوکزامبورگ. لام و واو لام واو قبول داری دیگه انشالله. بله کاف رزه الف میم ب او یعنی واو ر دقیق بازی در نیار بگو دادم. بله دو منفی یک صفر. باری کردم. I'm on fire. بردم. بچه ها دوستان عزیز لایک سابسکرایب کامنت فراموش نشه. خیلی واسمون مهمه این قضیه. شاید فکر میکنین این قضیه تأثیری نداره ولی هر لایک هر سابسکرایب هر کامنت برای ما متفاوته. برای ما تاثیر داره به ما کمک میکنه که رشد کنیم. ما باید رشد کنیم. دمتون گرم. دوستتون داریم. ممنون از نگاه زیباتون. دمتون گرم. خدا نگهدار. بدرود.